مامان اون کت سبزابیه من کجاست؟ چرا؟ بخاطر اینکه ما نباید توی خونه رنگ ترکیبی استفاده کنیم. رنگ ترکیبی باعث ایجاد سردرگمی بلا تکلیفی میشه. فقط تک رنگ. من میگم چرا قدیر میگذره. ساعت ما جنوب شرقی با غروب غربی باشه. بخواد به سر ماما اینجا چیکار میکنی؟ وی چه تو وحشی دستی در مادم در بکنم. در کلا تو فنشوی بده. مانع ایجاد گردش انرژی تو خونه میشه. مخصوصا در لشوی. همه درا رو باید بکنیم. تو کار بکن کارت میکنم. چیکار دارم؟ بدبخت شدیم. جهت سواتمون تو حمومه. لطفا میرید همون موهای هجاتون تو حموم نزنید. این پشموپیلاتون به هم گره بخوره بدبخت میشیم. گره میفته تو زندگیمون. اگر میخوان برن همون در حموم باز بذارید این انرژی ثروت بره بیاد. ای ماما این صدای چیه میاد؟ صدای مهران مدیریه. استاد فنشویمون گفته باید تو جنوب شرقی خونه صدای مهران مدیری پلی باشه چون آدم موفقی انرژی موفقیتش میاد تو خونه زندگیمون. ما که تلویزیون آبنما استاد ما آبنما نداریم چه کنیم؟ مدی استاد فنشویی میگه با ارتباطت با خانواده شوهرت خیلی کم بکنی چون باعث ایجاد درد مفاصل و کم شدن ثروت تو خونه میشه. به من ربطی نداره. علم فنشویی داره میگه. من که خودم نمیگم که. من مثل یک کلاغ آزاد و عاشق طلا و پولم و طلا و پول به سمت من میاد. من از همون اول بهتون نگفتم این 20 ساعت شده در نظاری جلو در. الان استادم زنگ زده من شرمنده شدم. پیش میگم برای چه انرژی ثروت نمیاد تو زندگی ما؟ میگه به خاطر اینکه تو اینو که برگاش تیزه گذاشتی دم در انرژی ثروت میاد تو میترکه. باز خدا رو شکر این نت باکسر 4 قسطه از اسمنپی خریدم. یه گارانتی 1 تا 2 ساله هم داره. داستان میشه خیال راحت. این صدای چیه؟ قلب عسل داریم